آیا شما ذهن سونی را استفاده میبره؟ چه به ذهن سونی؟ اسکوسنی اینتلکت. نه. در اویلاتون یگان کس استفاده میبرد فرزندو یا که نه. چت جی پی تی؟ نه. همین هوش مصنوعی همون ذهن سونی یا که اسکوسنی اینتلکت آدر بسیار در ساحه استفاده برده میشه. و فکر شما این چیزی خوب است یا نه؟ من یگان بار استفاده نبردم این نمیدانم. بله یک پسرم استفاده میبرد. چی برنامه‌گذاری میکنه؟ این برنامه خوب است. خیر برای بچه‌های خردسال خوبتر است. بله ما استفاده برداشتم شه برای کی چت جی پی تی این چیزای خوبه. مثلا اگر ما یگان چیزا نمیدونم من میتونم از فن چت جی پی تی بپرسم و میتونه مرا چی ابوچت کنه با مرا یا چیزا را یوتیا. چت جی پی تی نمیتونه آدم زمینیت کنه. آدم نمیتونه از چت جی پی تی تنبل شوه. بله رفقا استفاده میبرم برای درس پرس استفاده میبرم. اونا چی با هم میگن چیز خوب است یا؟ ها بعضش میگن خوب است بعضش میگن مثالا خطا میبره خیلی جو. خطا میبره مثالا؟ اگه با فکرم درست میبره یا هنسفه من نمیفهمن همین خیلی میگن بعضش نه. شما میخواید که در آینده همین ذهن سونی را استفاده بریم؟ ممکن خیلی استفاده برم برای یگان سوالم اگر ای درس پرس نفهمو باشه استفاده برم. برای بسیاری درس هم خودم با همین چیم تیار میکنم با سواد دانش خودم تیار میکنم. مثلا ما یگان معلوماتی را 100% باور میکنیم در همون چت جی پی تی باشه که دیگر پریلاژنیا باشه در همون 100% باور میکنیم که انیق دقیق همین است جوابی درست همین است. لیکن بعدا که استفاده میکنیم جوابی همون اسکوسنی اینتلکت جوابش قبول میکنیم در بعضی جاهای استفاده میبریم در آخر میشود که 100% درست نیست. یک مقداری معینش درست است. هم خیلی حالت ها هم شیده بود. ذهن سونی رو با بسیار طرف‌های خوب هم دارد طرف‌های بد هم دارد. مثلا طرف‌های خوب یگان سوال رو ما میدهیم اون با تفصیل پر را جواب میدهد و داخل طرف‌های بد مثلا یگان با مقصد بد هم استفاده برده می شود. مثلا اشیاءهای چیزهای معلومات‌های شخصی یگان کس را گرفتن یگان مثلا صورت رسمی یگان آدم رو با یگان کارهای نامعقول استفاده میبرند.